روزتان بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است. در 15 دقیقه دیگر شما را با خبرهای امروز جمعه 27 مارس شناس میکنیم. نخست به چند موضوع این برنامه توجه کنید. ضرب العجل نوی دونالد ترامپ به تهران. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به ایران برای اجرای نقشه صلح 10 روز مهلت داد. ما می‌بینیم که آیا سازش درست حاصل می شود یا نه. اگر آنها یک سازش با منفیت بکنند، گلوگاه هرمز را باز می‌کنند. هوای تاجیکستان یکی از آلوده‌ترین در سیاره نامیده شده است. دانشمندان تاجیک در ترکیب هوای این کشور 48 ماده ضرررسان به سلامتی انسان را آشکار کردند. حکومت طالبان افغانستان یک شهروند امریکا را بعد از 1 سال بازداشت رها نمود. واشنگتن میگوید تا آزادی آخرین امریکایی بازداشت شده در افغانستان مبارزه میبرد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو صبح امروز وارد فرانسه شد تا در جلسه وزیران کارهای خارجه کشورهای گروه هفتگانه یا G7 اشتراک کند. بعد شروع حمله‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بالای ایران، این نخستین ملاقات روبروی روبیو با همپیمان‌های کلیدیش می شود. در این جلسه دیپلمات‌های بلندپایه بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن و همچنین اوکراین حضور دارند. روبیو دیروز در آستانه سفرش به پاریس گفت یک پیام مرکزی که او به همپیمان‌ها دارد این طلب گشودن گلوگاه هرمز، یک راه کلیدی آبی برای انتقال نفت است که آن را ایران بسته نگه می‌دارد. خبرهای آخر را از منطقه خاورمیانه همکارم کیومر ستا گزارش می‌دهد. گزارش‌ها بیانگر آنند که درگیری در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. نظامیان اسرائیلی گفتند که روز 26 مارس در لبنان 2 سرباز 21 ساله اسرائیلی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یک سرباز در لبنان قربان حمله موشکی حزب الله گردید و سرباز دوم در رویارویی با جنگجویان این گروه کشته شد. منبع‌های امنیتی میگویند که در یک حمله هوایی اسرائیل به یک استحکام مربوط به حزب الله که امریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، در کناره‌های جنوبی بیروت ضربه زده شد. در همین حال امریکا نقشه دارد که به خاورمیانه سربازان علاوه‌ای فرستد. نشریه وال استریت جورنال روز 26 مارس نوشت که پنتاگون در فکر فرستادن 10,000 سرباز اضافی است تا به پرزیدنت دونالد ترامپ امکانات‌های بیشتری حربی فراهم نماید. هرچند در عین زمان او تلاش دارد که ایران را وادار نماید تا طرح صلح عبارت از 15 بند را بپذیرد. بنابر این گزارش معلوم نیست این نیروها به کدام گوشه منطقه فرستاده می شوند و تنها تخمین زده می شود که آنها در مسافه مناسب برای ضربه زدن به ایران و جزیره خارگ، یک نقطه مهم صادرات نفت خام جمهوری اسلامی، جایگیر می شوند. بعضی از ناظران تخمین میکنند که شاید دونالد ترامپ به سربازان امر دهد که جزیره خارگ را اشغال کنند تا نظارت بر حرکت کشتی ها در گلوگاه هرمز را که آن را ایران اساساً بسته نگاه می‌دارد به دست بیارند. ولی سخنگوی فرماندهی مرکزی امریکا که مسئول معلومات درباره نیروهای امریکایی در خاورمیانه میباشد، نخواست این موضوع را شرح دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دوم تهدید حمله به نیروگاه‌های ایران را به تأخیر گذاشت و این را به درخواست تهران پیوند داد. ترامپ نوشت که با درخواست حکومت ایران حمله را به زیربنیادهای انرژی این کشور تا 6 اپریل باز می‌دارد. آنها را تارومار کردیم کی نمیخواهد مذاکره کند. آنها زاری دارند که سازش به دست داریم. ما میبینیم که آیا سازش درست حاصل می شود یا نه. اگر آنها یک سازش با منفیت بکنند، گلوگاه هرمز را باز میکنند. ترامپ روز 21 مارس تهدید کرده بود که اگر در 48 ساعت باریکه هرمز باز نشود، نیروگاه‌های ایران را تارومار میکند. دیرتر این طلبش را تا 27 مارس به تأخیر انداخت. مقامات بلندپایه در تهران وجود مذاکرات یا گفت و شنید را با واشنگتن رد میکنند، ولی روز 25 مارس گفتند که پیشنهاد امریکا را میآموزند. آنها در مقابل 15 طلب واشنگتن 5 شرط آتشبس خود را پیش گذاشتند.
در تحولات دیگر رهبر اداره حقوق بشر سازمان ملل روز 27 مارس از امریکا خواست که حمله مرگبار را به مکتب میانه در ایران در پایان ماه فوریه که بیش از 150 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت به انجام رساند. ولکر تورک در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو گفت مقامات بلندپایه آمریکایی گفتند که این حادثه را تفتیش میکنند و دعوت کرد که این جریان به زودترین فرصت انجام یابد و نتیجه هایش آشکار کرده شود. تاجیکستان به سگانه کشورهای وارد شد که هوایش آلوده ترین در جهان می باشد. گزارش جهانی صفت هوا که اخیراً نشر شد میگوید مردم در تاجیکستان با هوای نفس میکشند که بسیار افلاس است و در ترکیب آن 48 ماده از جمله نمونه های از فلزی سنگین آشکار شده است. در داخل تاجیکستان این نتیجه ها را یک دانشمند تاجیک هم نزدیک به حقیقت نامید. گزارش همکارم ارشاد سلیمانی در همین باره. پاکستان، بنگلادش و تاجیکستان در گزارش جهانی صفت هوا برای سال 2025 که روز 24 مارس نشر شد، تاجیکستان در سگانه کشورهایی است که از همه زیاد هوای آلوده یا افلاس دارند. بر پایه این گزارش، سطح آلودگی هوای تاجیکستان در سال گذشته 10 مراتب بیشتر از معیار مقرر کرده سازمان جهانی تندرستی بوده است. این گزارش دوشنبه را شهری از همه آلوده ترین تاجیکستان دانسته است. بعضی از ساکنان مهمانهای پایتخت تاجیکستان با آن موافقند، ولی برخی دیگر ضد. با فکرم دوشنبه هواش تازه شمالش هسته یکی تازه. دوشنبه به فکر من بسیار افلاس، برای آنکه من در بسیار جایها بودم هوا به نهایت تازه. اینجا خصوصا وقتی همین تابستان گرم میشد که نفس کشیدن تماما مشکل. البته ما به این هوای آلوده عادت کردیم. اگر حاضر من به جنگل ارچه روم، آنچه از هوای تازه نفسم میگیرد. باید که یگان لوله گاز ماشین را باز نفس کشم. البته ما میبینیم که هوا افلاس است. اول من به شکار میرفتم، در کوه جای آرامی استراحت میکردم. مرا ببخشید، دیگر چی کار هم کرده میتوانیم؟ ترقیات، ما باید برای آن عذاب کشیم. چی کار کنیم؟ ماشین را کم کرده نشود، کارخانه ها را نیز. هرچند کارخانه هم قریب کی نیست. با وجود صبور عبدالله‌زاده مدیر یک آزمایشگاه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان سالها باز با آموزش صفت هوا سر و کار دارد. از نظر صبور عبدالله‌زاده عامل اساسی آلودگی هوای تاجیکستان قرار داشتن کشور در کمربند چنگ و غبار است که از بیابان صحرای کبیر آغاز می شود و 9-10 بیابان دیگر را فرا می گیرد. او باور دارد که عامل‌های داخلی در افلاسی هوای دوشنبه نقش کمتر دارند، اما پژوهش یک جای آنها با عالمان خارجی در ترکیب هوای دوشنبه تا 48 عنصر از جمله 11 فلز وزین و حتی مرگ موش را معین کرده است. خبرنگاری بسیارتر بارشات با وجود میاد، چون درختان از اقیانوس و بحر و دریاها دیده زیادتر به همین گردش آب در طبیعت به آب در طبیعت رولی کلان دارند، قریب 3-4 مراتب زیاد. البته همین یگانه امکانیتی دسترس هست که ما درختزار کنیم، قبطیزار کنیم و سطحی همین هوایش بهتر کنیم، لیکن افسوس که تا همین وقت برعکس درختها رو نیست کرده استاده، ساختمان کرده استاده و کرده استاده. برنامه را پای میگیریم. در روزهای تجلیل عید رمضان طالبان در افغانستان یک پژوهشگر آمریکایی را از زندان رها نموده امکان دادند که به وطنش برگردد. در همین حال حکومت ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد تا رهایی آخرین شهروند بازداشت شده آمریکا مبارزه را دوام دهد. تفصیلات از میرزا نبی خالقزاد. دنیس کایل که بیش از 1 سال عمرش را در زندان طالبان در افغانستان گذراند، روز 25 مارس از کابل به آمریکا بازگشت. واشنگتن رهایی پژوهشگر 64 ساله را اقدام خوب دانست، ولی گفت رفتار طالبان برای از روی خط حامی بازداشت‌های ناحق برداشتن افغانستان هنوز بسنده نیست. وزارت کارهای خارجه طالبان که حکومتش از سوی جامعه جهانی اعتراف نشده است، در اظهاراتی گفت دنیس کایل را با درخواست مادرش رها کرد. به اطلاع حاکمان افغانستان، مادر کایل در نامه از آنها خواسته است پسرش را در آستانه عید رمضان عفو و آزاد کنند و دادگاه عالی افغانستان هم مهلت بازداشت او را کافی دانسته است.
ایالات متحده در اولین ماه مارس افغانستان را برای بازداشت شهروندانش تنقید کرد و هشدار داد که اگر وضع دیگر نشود سفر دارندگان شناسنامه آمریکایی را به افغانستان منع خواهد کرد. محدودیتی که در حال زمان تنها در مورد کره شمالی تطبیق می شود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا گفت آزاد شدن دنیس کایل حکومت طالبان را از لیست حامی بازداشت‌های ناحق بیرون نمی‌کند. مارکو روبیو کاتب دولتی گفت هرچند این یک قدم مثبت از جانب طالبان است، هنوز کار بیشتری باید انجام داده شود. ما هنوز در پی بازگشت فوری محمود حبیبی، پال آوربی و آمریکایی‌های دیگری هستیم که ناعادلانه بازداشت شدند. طالبان باید دیپلماتی گروگانگیری خود را بس کنند. امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان گفته است افغانستان شهروندان یگان کشور را با هدفهای سیاسی بازداشت نمی کند. یک منصبدار بلندپایه‌ای آمریکا گفت دنیس کایل ماه ینوری سال 2025 از خانه‌اش در کابل ربوده شده به اعلان عیبنامه در حجره یک نفری زندان نگاه داشته میشد و این رهایی کایل را حاصل اقدام تحت رهبری مارکو روبیو و تلاش هماهنگ شده بین اداره‌ای دانسته از استواری سه خواهر کایل نیز قدردانی کرده است. روبیو در نوبت خود از امارات متحده عرب و قطر برای تامین آزادی کایل و همچنین حمایت و دفاع از آمریکایی‌های دیگری که ناحقانه در افغانستان بازداشت شدند اظهار سپاس نمود. در تاجیکستان ثبت نام داوطلبان برای اشتراک در امتحان‌های داخلشوی به دانشگاه‌ها سر شده است، ولی معلوم نیست تا کجا امسال مؤسسه‌های عالی تعلیمی نقشه قبول دانشجویان را پورا اجرا می‌کنند. دوام 5 سال آخر تمایل پایین روی شمار خواستاران تحصیل عالی مشاهده می شود و این را به قانون نو شده ارتش ربط می دهند که همکنون خدمت سربازی دانشجو پسران را هم طلب می کند. در نتیجه یک قطار دانشگاه‌ها با کمبود جدی داوطلبان روبرو شدند. یکی از چنین مؤسسه‌ها دانشگاه اینواتسیا و فناوری‌های رقمی است. محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهد. اینجا را 1 سال پیش به دانشگاه اینواتسیا و فناوری‌های رقمی تبدیل دادند، ولی طلبگاری زیاد نیافته است. سال گذشته بیش از 40% نقشه قبول دانشجویان اجرا نشده ماند. مسئولین این دانشگاه واقع در شهر کولاب سبب‌های وضع را نگفته، برعکس دانشگاه‌های دیگری تاجیکستان را مثال آوردند. اجرای نقشه قبول مؤسسه تحصیلات عالی کسبی این تنها مشکلات دانشگاه ما است. این شروع از سال 2020 به فکرم این جانب در سراسر مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با وقوع پیوست و هر مؤسسه با واسطه‌های گوناگون کوشش کرده است این مشکلات را رفع کند. ما نیز برای رفع این مشکلات علاقه نقشه‌بندی داریم. رئیس دانشگاه اینواتسیا در کولاب میگوید تا کنون 11 اختصاص و 1 فاکولته را بستند چون خریدار نداشتند، از جمله اختصاص رساندگی را. متاسفانه بعد از کار ماندن همین کارخانه رساندگی 2 سال و 3 سال اخیر در دانشگاه نیز اختصاصمندان همین اختصاص دیگر مراجعت نکردم و قبول هم نشدم و امروز در مرحله بسته شوی هستند. در همون اسلاید اول هم بود که ما از جمله اختصاص‌های 11 اختصاص که محکم کردیم 2 اختصاصش از جمله رساندگی بود که ما دیگر بستیم. در تاجیکستان بیش از 30 دانشگاه و دانشکده فعال است. برای قبول دانشجویان به مکتب‌های عالی کشور در سال 2025 70,000 جای جدا شده بود. حالا دور اولی نامنویسی داوطلبان برای تحصیل در سال 2026-2027 سر شده است و تا آخر ماه اپریل ادامه خواهد داشت. معلوم نیست دانشگاه اینواتسیا در کولاب و دانشکده و دانشگاه‌های دیگر امسال نقشه قبول دانشجویان را چقدر اجرا می‌کنند. کم شدن داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان پس از سال 2021 و قبول قانون نوی دعوت به ارتش سر شد. بر اساس این قانون ختم کنندگان کافرهای حربی دانشگاه‌ها دیگر از سربازی آزاد نیستند. تا آن وقت دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافرهای نظامی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می‌شدند. قانون نو همین امتیاز را از آنها گرفت. هرچند مقامات میگویند کاهش داوطلبان و دانشگاه‌ها با اصلاح قانون ارتش ربط ندارد، تا حال هیچ تحلیل انجام و رسانه‌ای نشده است که نشان دهد واقعاً چنین ادعا تا کجا پایه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان به آوردن نام یگان کشور گفت که دوشنبه جانبدار حل همه گونه نزاع و اختلافات تنها با راه سیاسی و دیپلماتی می باشد. اظهارات امامعلی رحمان در ازبکستان و در
جریان ملاقاتش با پرزیدنت آن کشور شوکت میرزیوف صدا داد. در حال حاضر حمله امریکا و اسرائیل به ایران و ضربه‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل و همپیمان‌های ایالات متحده در خلیج فارس ادامه دارد. امامعلی رحمان و یک هیئت حکومت تاجیکستان روزهای 26 و 27 مارس در ازبکستان قرار داشته یک بسته سندهای همکاری را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژتیک، نقلیات و کشاورزی امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه سفرش به شهر بخارا رفته قلعه بخارا، آرامگاه بهاءالدین نقشبند، مجمع لبی هاوس و آرامگاه اسماعیل سامانی را زیارت نمود. و در همین جا برنامه اخبار آزادی به آخر می رسد. خدا نگهبان.